سلام بر شما خوبان. خوش اومدید به کانال خودتون، جایی که هر روایت یه دنیای تازه رو براتون باز میکنه. قبل از شنیدن داستان ویدیو رو لایک و نظراتتون رو برام کامنت کنید. با هم بریم برای ادامه داستان سراب. این بار مامان اجازه نداد تنهایی تا دفتر آقای کیانمنش برم. قرار گذاشتیم تا من بعد از پایان کلاسم مستقیم از دانشگاه برم و او بیاد خونه. با رسیدن به ساختمون و دیدن مامان در حالی که گوشه پیاده رو ایستاده و چادرش رو محکم گرفته بود دوباره از خودم متنفر شدم که با این کارها تمام اعضای خانواده رو به دردسر انداختم. سلام مامان. سلام مادر. دیر کردی؟ دیگه اتوبوس و خیابون و ترافیک. تازه 5 دقیقه از 10 گذشته. بریم؟ باشه بریم. وارد ساختمون شدیم و بعد از رسیدن آسانسور دکمه طبقه سوم رو زدیم. دلم برای مامان بیشتر از خودم میسوخت. مامان زن خونه بود، مایه دلگرمی خانواده. همون گل خوشعطری بود که روح آدمی رو تازه میکرد. حالا این گل نازک و آسیب پذیر باید اینجوری تنش بلرزه و هراسون از دست دادن همسرش باشه. زنگ واحد رو زدم و منشی خوشرو و مهربون آقای کیانمنش در رو به روی ما باز کرد. سلام، بفرمایید. خوبید خانم توانا؟ سلام، ممنون. مادرم هستن. با آقای کیانمنش قرار داشتیم. بله، خوشبختم خانم. خوش اومدید. بفرمایید داخل، منتظر شما هستم. با اشاره دستش به سمت اتاق رفتیم و با 2 تقه آروم اذن دخول طلب کردیم که صدای گرم و مردونش بلند شد. بفرمایید. اول مامان وارد شد و بعد من. این بار با دیدن مامان و به احترام او از پشت میز برخاست و به سمت ما اومد. سلام خانم توانا. خوش اومدید. ممنون. ببخشید ما امروز مزاحم شدیم. نفرمایید خانم. کار بسیار خوبی کردید. شما چطورید خانم؟ خوبم، مرسی. با نشستن من و مامان، آقای کیانمنش که از حضور مامان اظهار رضایت میکرد مستقیم رفت سر اصل مطلب. عرض به حضور شما که من مستقیم میرم سر اصل مطلب. اول بابت اتفاقی که دیشب افتاد یه شکایت تنظیم کردم که امضا میکنید تا من پیگیری کنم. دوم بابت راه حلی که خدمتتون عرض کردم. ببینید، من دیروز رسیدم خدمت خانواده مقتول. صحبت کردم و در نهایت متوجه شدم هنوز داغشون سرد نشده. ظاهرا شما 1 بار بعد از 40 اون مرحوم برای گرفتن رضایت اقدام کردید. درسته؟ بله. با شوهر خواهرم رفتیم، ولی همین پسرشون که دیشب اومده بود در خونه اجازه نداد کاری از پیش ببریم. خودشو انداخت وسط و گفت خون فقط با خون شسته میشه. اشکی که چشم مامان تر کرد اجازه نداد تا بیشتر از این حرف بزنه. بالاجبار خودم شروع به صحبت کردم. آقای کیانمنش، حالا باید چیکار کنیم؟ والا من فکر میکنم اگه شما یا خواهرتون به تنهایی برید پیش این خانواده و تقاضای بخشش پدرتون رو بکنید امیدی بیشتری باشه. یعنی من یا مژگان بریم چی بگیم؟ بهتره که یکی از شما 2 نفر به تنهایی برید منزل مرحوم. ولی نداره. من پرونده های مشابه این پرونده زیاد دیدم. با دیدن تنهایی و شنیدن حرف های شما یا خواهرتون راحت تر دلشون به رحم میاد. با اینکه تصور روبرو شدن با اون پسر و دیدن پدر و مادری که مثل خودشون باشن حالم منقلب میکرد، ولی انگار چاره‌ای نبود. باشه، شما یا خواهرتون. و با یادآوری حرف‌هایی که مهران در مورد مژگان زده بود رعشه به تنم افتاد. این بازی رو من شروع کرده بودم، پس باید خودم اونو به آخر میرسوندم. من نمیذارم تنها بری. تو قرار نیست تصمیم بگیری مژگان. برو کنار. اصلا با هم میریم. منم میام. مگه میخوام برم جشن تولد یا عروسی خواهر من؟ برو عزیزم. بذار دلم به خاطر تو یکی دیگه نلرزه. پس به سینا بگم باهات بیاد. مژگان ساکت شد. گرچه اشک چشمش حرفها با خود داشت ولی سکوت کرد. از دیروز که به اتفاق مامان به خونه برگشته بودیم این چندمین مرتبه بود که مژگان اصرار به رفتن داشت و این بحث بیهوده رو تکرار میکرد. مامانم دلش به رفتنم راضی نبود، ولی میدونست در حال حاضر چاره جز این کار نداریم.
نجات جون بابای بیگناه هم ارزش تحمل و به جون خریدن هر حقارتی رو داشت. مامان این کارا چیه آخه؟ جلوی در ایستاده بود و سینی کوچکی که تو اون قرآن مجید و یک اسکناس به نیت صدقم خودنمایی میکرد بالا نگه داشته بود تا از زیر اون رد شم. بیا دردت پسرم. سپردمت به خودش. من اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم مامان؟ این بار مهر سکوت بر لب زد تا خودم حرف دل رو از نگاهش بخونم. بالاخره خودم رو از حصار چشم‌های بارون زده مژگان و نگاه غم‌آلوده مامان رها کردم و پا از خونه بیرون گذاشتم. آقای کیانمنش گفته بود تنها برم. آدرس رو از مامان گرفتم و راهی شده بودم. از خونه ما تا خونه اونا نیم ساعت بیشتر فاصله نبود. نزدیک 6 غروب بود که رسیدم و در حالی که قلبم از شدت استرس و اضطراب قصد دریدن سینه‌مو داشت، آیت الکرسی زیر لب خوندم و دستم روی زنگ گذاشتم. نه از سوت بلبلی خبر بود و نه از حیاط و باغچه. یک خونه در آپارتمانی 5 طبقه 4 واحد 7. زنگو فشردم و صدای زنونه‌ای که از پشت آیفون به گوش رسید. بله، سلام جانم. ببخشید یه لحظه میشه بیاید پایین؟ شما عرض میکنم لطفا میشه بیاین پایین؟ گوشی رو گذاشت و من با تصور پاسخ منفی که با این کار به من داده لحظه چشم بستم و دوباره شروع به ذکر گفتن کردم. 1-2 دقیقه بعد دوباره قصد کردم زنگ بزنم ولی هنوز انگشتم روی کلید واحد 7 نذاشته بودم که در باز شد و قامت زنی که فرم بینیش گواهی مادر بودن رو به نام مهران صادر میکرد در برابرم ظاهر شد. بله، سلام دخترم جان. ببخشید من میخواستم، یعنی من. نگاه پرسشگرش رو به من دوخته بود و من در یک لحظه تمام جملاتی که از دیشب تا حالا با خودم بارها تکرار کرده بودم و فراموش کردم. حالتون خوبه؟ چیزی شده؟ نه، من توانا هستم. دختر آقای توانا. با شنیدن نام فامیلم تمام مهر و عطوفتی که در کلام و نگاهش ریخته بود ناپدید شد و اخماش تو هم فرو رفت. سن و سالش بیشتر از مامان مینو به نظر می رسید. نمیدونم در طول این چند ماه و بعد از مرگ پسرش اینقدر شکسته شده یا واقعا 10 سالی با مامان فاصله سنی داشت. خانم تو رو خدا. بی هیچ حرفی به من پشت کرد و وارد خونه شد. دستمو به قصد باز نگه داشتن در و تلاشی دوباره دراز کردم ولی قبل از من در و بست و ناامید بشه. هیچ حرفی نزد و اجازه نداد تا هیچ حرفی بزنم. از همون پشت در شروع به صحبت کردم. چاره‌ای نبود. حالا که تحمل دیدن باعث و بانی داغ نشسته بر دلشو نداشت باید جوری دیگه حرفمو به گوشش میرسوندم. خانم خواهش میکنم به خدا بابا از قصد این کارو نکرد. فقط یه تصادف بود. بازم سکوت او و خیال من که گوشه و کنار ذهن او میگشت تا تصور کنم اکنون چه فکری با خودش میکنه. خانم امینی اصلا تقصیر هیچ کس نبود. اصلا مهران خودش شروع کرد. به خدا بابا خودش شوکه شده بود. من خودم اونجا بودم. میان حق و صدایی که بریده از گلویم خارج میشد ناگهان در باز و قامت پدرش در برابرم ظاهر شد. پاشو دختر، پاشو ببینم. آب ریخته به جوی بر نمیگرده. پاشو برو، اینقدر خون به دل من و مادرش نکن. روی زمین نشسته و نگاهم از پایین به بالا دوخته بودم. در نگاهش هیچ حسی نبود، نه دلسوزی و ترحم، نه خشم و تلافی جویی، فقط درد بود و درد. دستم به سمت پایش کشیده شد و با رسیدن به شلوارش سر روی زمین گذاشتم و از ته دل زجه زدم. تو رو خدا آقای امینی التماستون میکنم، به پاتون میافتم، از پدرم بگذرید. تو رو قرآن، تو رو جون. اجازه نداد کلام در دهانم منعقد بشه و با ضرب پاش از اسارت دستام رها کرد و با ضرب پاشو از اسارت دستام رها کرد. این بار صدایش بلندتر شد. پاشو ببینم. اون روزی که پسرمو بیگناه قربانی کردید فکر اینجاشو میکردید؟ اصلا هرچی قانون بگه.
این بار پژواک صداش ناقوس مرگ بود که کنار گوشم به صدا در اومده بود. تمام وجودم رو به لرزه انداخته بود. قانون چی میگفت جز قصاص؟ قانون چی میگفت جز اعدام؟ قانون چی میگفت جز یتیم شدن من و خواهر نازنینم؟ پاشو عزیزم. صدای مهربونی که کنار گوشم زمزمه میکرد باعث شد تا سر بلند کنم. خبری از آقای امینی نبود. در رو بسته و داخل خونه رفته بود. بلند شو، خدا بزرگه. پیرزن مهربونی که خودشو به من رسونده بود در وجودش اونقدر انسانیت داشت که بی تفاوت از کنارم عبور نکنه. دستمو به دیوار گرفتم و از روی زمین برخاستم. هوا کم کم تاریک میشد. پاشو مادر، این راهش نیست. زبون تو دهنم نمیچرخید تا پاسخشو بدم و او که با مهربونی قصد ترک کردنمو نداشت. بالاخره روی پاهام ایستادم و ناامیدانه نگاهمو به پنجره خونه دوختم که قرار بود از اونجا برای بابا رهایی بخرم. خوبی مادر؟ خوبم. آه سردی از سینه بیرون فرستادم و این خونه و آدماش رها کردم و به سمت خیابون رفتم. صدای اذان بلند شد. بیگمان در این لحظات تنها صدایی که میتونست حال خرابم و کمی التیام بخشه همین نجوای آسمانی بود. دلم میخواست به چشم برهم زدنی از این کوچه و خیابون و محله کنده میشدم و جای کنار دستهای مهربون نوازشگر مامان فرود میآمدم. احساس مال باخته‌ای رو داشتم که زندگی براش در یک قمار ناجوان مردانه به پایان رسیده بود. اونقدر خودم رو بی عرضه و ناتوان می دیدم که دلم میخواست از صفحه گیتی محو و ناپدید شد. هنوز تو کوچه از خونه مهران فاصله نگرفته بودم که صدای بوق ماشینی رشته افکارم رو پاره کرد و باعث شد حواسم کمی بیشتر به موقعیتی که اون قرار داشتم جلب بشه. نگاه سردرگم و پریشانم رو به آدم‌ها و ماشین‌های اطرافم دوختم و بعد از مکث کوتاهی دوباره به سمت ایستگاه اتوبوس گام برداشتم. ولی با بلند شدن دوباره صدای بوق کلافه و عصبی از دست آدم بیشعوری که نمیدونم فهمید الان وقت مزاحمت نیست به عقب برگشتم، ولی با دیدن ماشین آشنا و آدم آشنایی که برای هوشیار کردنم تقلا می‌کرد خدا را شکر کردم که وسط این همه بدبختی یه در رحمت به روی من باز شده تا لااقل مسیر بازگشتی به خونه رو آسان‌تر طی کنم. با همون حال خراب و دل شکسته به سمت ماشین برگشتم. دیدن سینا که با تمام مخالفت‌های من نتونسته بود بی خیال و بی تفاوت باشه و خودش رو به اینجا رسونده بود، روزنه امیدی تو دلم روشن کرد که هنوز هم انسانیت وجود داره. با دست اشاره میکرد که سریعتر سوار شد. ماشینای دیگه پشت سرش ایستاده و منتظر بودن تا اون حرکت کنه. در رو باز کردم و نشستم. سلام چطوری؟ حتی حوصله پاسخ دادن به احوالپرسیشم نداشتم. لحظه چشم بستم تا آرامش از دست رفتم و باز یابم که عجیب تو این لحظات محتاجش بودم. سینا وقتی با سکوتم روبرو شد خودش شروع به صحبت کرد. مژگان آدرس داد. همون موقع که پیچیدی داخل کوچه دیدمت. چون گفته بودی کسی نیومدم. مژگان 100 بار از اون وقت حالا زنگ زده. یه تماس بگیر تا دلش آروم بگیره. باشه. چی شد مرجان؟ پدر مادرشو دیدی؟ آره. خب هیچی. بیفایده بود. کلی التماس کردم. اون وقت باباش میگه هرچی قانون گفت. قانون مگه دلش به حال من و مژگان و مامان سوخته که حکم براعت بده؟ قانون میگه قصاص. صدای گریه‌ای که ناگاه بلند شد اصلا در اختیار خودم نبود. بعد از اون همه عجز و لابه که در برابر خانواده امینی و یکی دوتا از همسایه‌ها که به تماشا ایستاده بودن به راه انداختم هنوز هم خالی نشده بودم و ابر چشمام میل باریدن داشت. آروم باش، بگیر. دستمالی از درون جعبه برداشتم و اشکمو پاک کردم. سینا اینا رضایت نمیدن. بابا بیگناهه. خیلی خوب، خودتو کنترل کن مرجان. اینجوری میخوای با خاله و مژگان روبرو شی؟ چشم امید اونا به توئه دختر. دارم دق میکنم سینا. بابام طاقت نمیاره. نتونستم جلوی بروز احساساتم رو بگیرم. شاید بهتر بود همینجا اونقدر گریه میکردم تا کاسه چشمام خالی شه. من اومده بودم تا به جبران تموم خطاها و اشتباهاتی که مرتکب شده بودم کاری برای بابا کنم.
ساعتی بعد از میون ازدحام و هیاهوی شهر گذشته و به خونه رسیدیم. سینا نرفت. بعد از پیاده شدن من و گشودن در حیاط، ماشین رو داخل حیاط گذاشت و پیاده شد. هستی؟ آره. خاله گفتی شب چی شده؟ فعلا شبا میام که تنها نباشید. حالا که این پسر آدرس شما رو پیدا کرده باید بیشتر احتیاط کنیم. سری به تایید تکان دادم و به سمت ساختمون رفتم که مژگان پیش از رسیدنم در رو باز کرد و خودشو پرت کرد داخل حیاط. سلام آبجی، چی شد؟ چه حرفی میتونستم بزنم؟ در برابر این همه امید که از چشماش میبارید زبانم به گفتن حقیقت باز نمیشد. گناه داشت. مژگان هنوز اونقدر با قهر و نامردی زمانه روبرو نشده بود تا پذیرش این اجبار براش قابل تحمل بشه. به ناچار کمی واقعیت رو در لفافه امیدی کاذب پیچیدم تا روح زخم خورده‌اش بیشتر از این آسیب نبینه. خدا بزرگه، خیلی هم ناامید کننده نبود. مثل چی دروغ میگفتم؟ تا به حال اینجوری تو زندگی نسبت به چیزی قطع امید نکرده بودم که امشب از بخشش این خانواده دل بریدم. گناه داشت. امسال سال سرنوشت مژگان بود. سالی که باید شاخهای قول کنکور رو میشکست و مسیر آیندهش رو انتخاب میکرد. حالا وسط این همه درگیری دلم نمیخواست بیشتر از این آسیب ببینه. مجبور بودم دلش رو به امید واهی خوش کنم تا شاید زمان راه نجاتی پیش پاهای بابا قرار بده. مامان اما فارغ از هر نتیجه‌ای که گرفته بودم با ظرف اسفند و ذکر صلواتی که به شکرانه بازگشتم اونم به سلامت زیر لب نجوا می‌کرد به استقبال گناهکارترین آدم این قصه اومدی مرجان؟ خوبی؟ خوبم مامان، دستت درد نکنه. خفه شدیم خاله، بیا دخترتو صحیح و سالم تحویل بگیر. خیر ببینی سینا جان. وارد خونه شدیم و من داستان برخوردم با این خانواده داغدار غم دیده رو با سانسور فراوون تعریف کردم. حالا که کمی دلگرم شده بودن که با اصرار و تکرار ملاقات امشب بالاخره دلشون نرم میشه و رضایت میدن. مامان که معلوم بود در نبود من اصلا دل و دماغ نداشته، برای شام یه دم پختک ساده آماده کرده بود. سفره پهن و شام کشیده شد. به زور چند قاشق از غذا رو خوردم و به بهونه خستگی بعد از خوندن نماز به اتاق رفتم تا بخوابم. تا 1-2 ساعت بعد صدای سینا و مژگان که تست کار میکردم به گوشم میرسید. پیامکی برای آقای کیانمنش فرستادم و خبر دادم که هیچ امیدی به این خانواده و بخششی که انتظارشون میکشید ندارم. بعدشم گوشی رو خاموش کردم. فرقی نمیکرد چه جوابی بده. برای او هم مهم اجرای قانون بود. به نتیجه رسیدن این پرونده گرچه یک برگ زرین به افتخارات شغلی او اضافه میکرد ولی شکست خوردن در برابر قانون هم براش عجیب و غیر قابل پیش بینی نبود. دوستای نازنینم، به نظر شما مرجان و مژگان به چه نتیجه میرسن؟ نظرتون رو برام کامنت کنید. ممنونم از همراهیتون. التماس دعای خیر یا علی.